گلم چطوری داداشیا؟ بالاخره رسیدیم به یه ویدیوی آموزش کدهای تقلب اسپورت سوار. من حالا یه ماشین چرت و پرت سری برداشتم. خب حالا شروع بازی رو میزنیم. رانندگی یه مپ انتخاب میکنیم و جاده صاف انتخاب میکنیم. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه شروع کنیم ما اینجا برای پلی دادن بعضی از کدها باید از ماشین پیاده شیم. خب زمانی که ما از ماشین مثال آقا من کدا رو میگم که شما بلد باشید، ولی نیازی هم نیست پیاده بشید. اگر دیدید عمل نکرد شما پیاده شید و بعد کدو دوباره بزنید. این گزینه‌ای که کنار دره گزینه گوشی رو انتخاب میکنیم، بازش میکنیم، تلفن. خب دوستان عزیز، یه کدی براتون میگم، کد کف خواب کردن ماشین. حالا این کد رو هم خیلی چون پنوماتیک داره ماشیناتون خیلی مهم نیست، ولی حالا ما میزنیم 101 102 103. این کد اول 101 102 103. کد دوم کد شوتی کردن ماشینه 301 300 201 ببخشید و 101. خب کد غیب کردن چرخ ها میشه 100 200 و 300. این کد غیب کردن چرخ ها و کد ظاهر کردنشون میشه برعکس اون کد، یعنی 300 200 100. خب کد فعال کردن تک چرخ میشه 140 201 101. خب و کد من کدا رو اجرا نمی کنم به دلیل مشکلات. کد غیر فعال کردن تک چرخ هم میشه 140 201 و 102. کد فعال کردنش میشه 140 201 101. کد غیر فعال کردنش میشه 140 201 102. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خداحافظ.